شوهر دیوانه تو رو طلاق میکرد من چیکار کنم؟ یک زندگی مرا خراب کرده. فرهاد میخواد مرا طلاق بده. فرشته چیه؟ مشکل من این است که سیاستم کده بچه من کافه میگرده. کم کم انشالله شما شما جز کسی که چرت و پرت میگی. خانم احمدی. من خانم احمدی هستم. ولی فرهاد آقا بدن گپ میزنه. پدر خود نالت میکنه که این کار انجام میده. فرشته احمدی، خانم فرشته احمدی، چرا این رقم شدی؟ برو وقت دکتر رو نگیر، برو. سوال من همین است. چون یک نفر باید از ما از سایس بگیره در فرهاد بفرسته؟ فرهاد رضایی. حالت خوبه؟ آره چند وقتی میشه که سرما خورد برم یکم ناخوش احوال است. خانمت مدعی شده که شما ایشون رو مورد ضرب و شتم قرار دادید، درسته؟ فرشته احمدی، بله. شوهرتون قبلا سابقه ضرب و شتم داشته؟ خانم، نه آقای بازی. من خانم میاد. آدم چی شده؟ منظورتون شوهرتونه؟ بله. منظور شما هست. این چیه؟ فرشته ای چیه؟ عکس گرفتی؟ من رو تعقیب میکنی؟ خودت با او را نزن. به زندگی خود تو چی کم داری؟ بگو دیگه چی کم داری؟ صدای خود بیار پایین. با خودت چی فکر کردی؟ چی فکر کردی؟ تو بگو من چه رقم فکر کنم مثلا. از این به بعد این خانه قانون داره. من هم میمونم که از این خانه برای. فرهاد تو در مورد رابطه ما و جلال میدونی چی رقم است؟ من هیچ چیز در رابطه با تو و جلال نمیدونم. مشکل تو چیه فرهاد؟ مشکل تو چیه؟ مشکل من این است که سیاستم کده بچه من کافه میگرده. من همیشه که دوستا و شاگردای خود دکافه هستم. خود تو بیخود میکنی. پدر خود نالت میکنی که این کار انجام میده. درباره پدرم درست صحبت. چی گفتی؟ درباره پدرم درست صحبت.
درخواست طلاق از طرف فرهاد رضایی مطرح شده. ولی حقیقتش من تحمل ندارم که سیاست رو هر کس و کسی بگه. شما هم با این مسئله موافق هستین؟ خانم، فرهاد چه اتفاقی بر زندگی ما افتاده؟ از خودت پرسون. من که کاری نکردم. آقای قاضی، من که چیزی نمیگه. شما ازش پرسان کنید. شکایت شما رو بررسی میکنم، جلسه بعد به شما اطلاع میدم. میتونین برین. همه چیز مشخص است آقای قاضی. اگر بابت علت کردنی که من این خانم کردم قرار مجازات شد، خب مجازات میشه، مشکلی نیست. دنبال مجازاتی؟ میدونی اگه بخوام مجازاتت کنم میتونم چه بلایی سرت بیارم؟ بخشش باشم، قصد نباشه که اهانت بهشون بکنم. چی میخوای از زندگی؟ این بنده خدا حاضره که از سر تقصیراتت بگذره تا زندگیش خراب نشه. شما به این میگین زندگی؟ فرهاد زندگی ما تو چی مشکلی داره؟ شرم نمی‌کنی؟ 2 هفته دیگه براتون وقت میدم. 2 هفته دیگه براتون وقت میدم. برین فکراتون رو بکنین. چرا 2 هفته دیگه؟ نمیشه همین روز مشکل ما رو حل کنیم؟ مشکل اصلی تو رفتن پیش دکتره. برو 2 هفته دیگه بیا. برو وقت دادگاه رو نگیر. برو. سلام استاد. نه، من به روز نتونستم بیام. چند وقت بابت فرهاد درگیرم. برای زنگ بزن. سلام. خوبی؟ در بری چی باز نمیکنی؟ الو. آره، فرهاد بود. تشناب رفت. حالی الوکو فرهاده. درباره نمایشگاه گپ بزن.
نه نه. چرا خب؟ سعید. ولی فردا بعدن گپ میزنیم. لحظه دارم رو فردا بعدن گپ میزنیم. با کی گپ میزنی؟ هیچ گپ. شاگرده این بود. اگه شاید داشتی این پنسی برما بگویی تا برت موبایل نشان بدیم. مهمی است که بریم دروغ بود. من دروغ نگفتم. جلال هم قبلا شاگرد این بود. یادت رفته؟ نه یادم که نرفت. ولی الان که شاگردت نیست پس نمیتونی بیاد بریم و بگیم که شاگردم نیست. درسته؟ سلام استاد. سلام استاد. سلام. مانده نباشی. تمرین هایی که گفتم رو انجام دادین؟ چیزی شده؟ ها؟ میشه بری تا ما به کلاس خود برسون؟ فرشته جان من می‌خواستم باید گپ بزنم. امکانش هست؟ میشه که- خانم احمدی. من خانم احمدی هستم. درست. خانم احمدی من می‌خواستم باید گپ بزنم. امکانش هست؟ نه نمیشه. من الان کلاس دارم. سیست. خب باش. من بیرون در حیاط منتظرت میباشم. کلاس تمام شد با هم گپ بزنیم.
خسته نباشی. فرشته؟ چه مشکلی پیش آمده؟ برای بگو مرا با نام کوچیک صدا نکن. فرشته احمدی، خانم فرشته احمدی، چرا این رقم شدی؟ چرا این تو با من گپ میزنی؟ خب یک سیما تو سفر یک سیما سوال من همین است. چرا یک نفر باید از ما از سایس بگیره در فرهاد بفرسته؟ چی از ما پرسان؟ یک زندگی مرا خراب کرده. فرهاد میخواد مرا طلاق بده. ربطی به ما نداره فرشته. خانم احمدی. خب باشه خانم احمدی. خانم احمدی شوهر دیوانه تو رو طلاق میده، من چی کار با؟ من چی؟ خودت دیوانه هستی. به چه جرأتی به فرهاد میگی دیوانه؟ فرشته کن سر در من. خدا کنه تو دخالتی نداشته باشی. خدا کنه. دیگه نمیخوام تو رو دوربر زندگی خود ببینم. من دخالتی در زندگی تو ندارم. من فرشته